با سلام به نام خدا. من جواد امینی هستم، بچه مشهد. سالیان سال من ترانزیت کار کردم، هم به مملکت منفعت رسوندم هم برای خودم. ولی که یه بار زدم از مزار شریف 300 تا کیسه اسفند برای مشهد. مزار شریف راهی نداره بجز از اینکه باید بیه ترکمن، بعد بیه مشهد. من اومدم ترکمن قانونش بر اینه که این بار خالی میکنه روی زمین. 20 تا سرباز آورد، این بار خالی کرد، از توی یک کیسه یه پلاستیک آبی در اومد، گفتن این تریاک مال تویه، گذاشتن رو باسپور 642 گرفت. این شد پرونده من بدبخت. 4 ماه بعد من دادگاه کردم. او قاضی، من بهش گفتم این اسناد بار، این شرکتی در افغانستان مزار شریف بارگیری کرده، صاحب داره، گمرک پلم کرده. قاضی جواب من داد، گفت شما 4 متر با من فاصله داری و من شما رو نگه می‌دارم، به صاحب‌بار و شرکت کاری ندارم. من گفتم خدا، پیغمبر، دین، آیین. گفت اصلا ما نه خدا قبول داریم، نه پیغمبر، نه قرآن. در ترکمنستان به هیچ وجه قانون وجود نداره. 18 سال زندان